با اینجا تقریبا 22 غرفه داریم که از این 22 غرفه 15 غرفه مخصوص آقایانه که همکارای ما نشستن 24 ساعته، یعنی نیست تعطیلی نداریم. ما هیچ وقت به طور 24 ساعته خدمات ما هست برای هموطنان ما، کسانی که رنجیده از ایران غریبی کشیده حالا آمده برگشته به وطن، اونا را ما اینجا ثبت میکنیم. واقعا مولوی صاحب هم زیر درد و خپل وطن والو ته ما درد ما از اینه که با عنوان مسئول ثبت راجستریم برای مهاجرین کمک میکنیم، اما نمیتونیم به طور کامل همین خدماتی که هسته برای مهاجرها خو، چون مهاجر زیاد شده، تقریبا از تا 38,000 در روز مهاجر رسیده، یعنی 38,000 نفر وارد از این کم میشه. ما به طور درست نمیتونیم توقعی که اونا دارم و رنجی که دیدم ما اونا رو برطرف کنیم.